این همی ژورنالیست همه شما میشناسه. رستم نام داره. یکی همی و یکی آرزو ایسایف چی زنهای بلاگر و سراینده بود همش در برنامه هاشون دعوت کرده از آنها اینترویو گرفتن. بیا نمایندگان شیطان در روی زمین باشم. اکی رستم تو مسلمانی مگر همی کار برات حلاله که یک زنی بیگانه را در برنامه دعوت کنی و کدش چخ چخ کرده بشینی، خنده و قهقه و شوخی ها کرده تعریفش کنی. همسر یا خواهرت این همی خیلی در برنامه برایه و با یک مردی بیگانه چخ چخ کرده بشینه میفورد؟ در رو بروی هم خنده و شوخی ها کرده بشینن میفورد؟ باوری دارم هرگز این کارا براشان اجازت نمیتی. ولی این کارهای حرام به زنهای این ملت روه میدانیم. تو از روز حساب و جزا نمیترسی که در یک برنامه چندین گناهان بزرگ انجام میدی و باز همه گناهان کبیره را به نظر گرفته به مردم نشان میدی. مردم در همه گناهان شریک میسازی. از الله نمیترسی؟ خداوند در آیت 32 سوره احزاب به زنان حکم میکنه که در وقتی ضرورت وقتی با مردانی بیگانه صحبت میکنن نرم صحبت نکنن. اما شما در برنامه‌تان نرم صحبت کردن کجا؟ خنده و شوخی ها کرده صحبت میکنه. خداوند در آیه های 30 و 31 سوره نور به مردان و زنان حکم میکنه که چشمهاشون از دیدن نامحرم نگاه دارن. اما شما یک مرد و یک زن نامحرم در رو بروی هم نشسته صحبت میکنه، بلکه خنده و شوخی ها کرده میشینه. خداوند در آیت دوم سوره مائده حکم میکنه که به کار گناه یکدیگرتون یاری نتیه. اما تو وقتی زنهای سراینده و بلاگ را به برنامه دعوت میکنی آنها را در کار حرامشان یاری میدهی. ببین با حکمهای خداوند اینقدر زیاد مخالفت میکنی ولی پروایی نداری. من چرا به عذاب دردناک از جانب الله میترسانم که اگر توبه نکردی دیر یا زود بر سرت می آید. من گفتم و تو شنیدی. باقی توکلت به الله جبار.